خب بالاخره رسیدیم. هر چیزی که نیاز داشتیم و تا اینجا آماده کردیم. از اینجا به بعد، از این جلسه بعد قراره که مستقیم بریم و کد بزنیم. قراره که یاد بگیریم که چطوری با زبان PHP میتونیم کدهایی که میخوایم رو، ایده هایی که میخوایم رو، نظراتی که داریم، رباتایی که میخوایم، هر چیزی که میخوایم رو پیاده سازی بکنیم. من همیشه میگم برنامه نویس ها یک نیمه خدان، به خاطر اینکه من قدرت خلق دارم. اگر ایده‌ای توی ذهنم هست میتونم پیادهش بکنم، به وجودش بیارم و ببینم که داره کار میکنه. اگر ما خدا نباشیم که نیستیم، نیمه خدا هستیم. سلام، من مهدیم. اینجا پیج مهدی خسرویه. من چرا عادت نمیکنم این قضیه اینو باید حذفش بکنم از ویدیو، ولش کن. توی این پیج، توی این کانال قراره که فعلا آموزش برنامه نویسی ببینیم با هدف ساخت ربات‌های تلگرام. یعنی هدف نهایی ما ساخت ربات‌های تلگرام. این جلسه سوم از پلیلیست احتمالاً بله از پلیلیست آموزش زبان برنامه‌نویسی PHP هست. توی این جلسه خیلی سریع میریم سراغ سیستم. قرار نیست خیلی چهره منو ببینید. باید راجع به این صحبت بکنیم که زبان برنامه‌نویسی PHP سینتکسش چیه. خب سینتکس چیه؟ ببین شما زبان فارسی رو در نظر بگیر. خب شروع می‌کنی به نوشتن سلام مهدی گفت دو نقطه میذاری. دو نقطه رو وقتی میذاری که میخوای بگی که آقا فلانی یه چیزی گفته، مهدی گفت دو نقطه. اون دو نقطه مهمه، اون دو نقطه دستور زبانه. یا اینکه اون جمله خیلی خیلی معروف چی بود؟ یادم نمیاد، رفتم سرچش کردم. بخشش لازم نیست اعدامش کنید، کاما میاد بعد بخشش، یا بخشش لازم نیست اعدامش کنید، کاما میاد اونور. این که این کاما کجا قرار بگیره مهمه. اینا میشن دستور زبان فارسی. کاما، دو نقطه، کاما، نقطه کاما، فکر کنم چیزی، علامت سوال، علامت تعجب، کجا ازش استفاده کنیم، کجا ازش استفاده نکنیم، کجا سینگل کوتیشن یا همون دابل کوتیشن، یا کجا پرانتز باز، کجا پرانتز بسته. همه اینا میشه دستور زبان. هر زبان برنامه‌نویسی هم یه دستور زبان مخصوص خودش رو داره. PHP هم از این قاعده مستثنا نیست. PHP هم زبان یعنی سینتکس خاص خودشو داره و بعد شما بلد باشید که کجا شروع بکنید، کجا تمام بکنید، کجا پرانتز بذارید، کجا آکولات بذارید، کجا نمیدونم مثلا دو نقطه بذارید. همه اینا وجود داره. در نتیجه از اینجا به بعد توی این جلسه میریم سراغ سینتکس و یه کد خیلی ساده هم می‌نویسیم و در نهایت هم یه تمرین خیلی ساده تر بهتون میگم. پس بریم سراغ سیستم. خب توی جلسه قبلی من PHP روی یه سندباکس نصب کردم. الان چون دیگه خب میخوام فقط نصبشو نمیخوام توضیح بدم، دیگه میخوام باش کار بکنیم، از سیستم خودم مستقیم استفاده میکنم و نیاز نیست که دیگه بریم سراغ سندباکس و اینا. وقتی که شما کلا PHP استور رو باز میکنید، همین صفحه اول اگر که پروژه بازی از قبل نداشته باشید، این صفحه رو بهتون نشون میده که لیست پروژه هاتون اینجاست. اینا لیست پروژه هایی که من انجام دادم برای گروه های مختلف، شخص مختلف. طرف پیام داده بود من پروژه میخوام، این کارو میخوام، اون کارو میخوام، براش انجام دادیم. حالا اگر میخواد پروژه های قبلیتون اجرا کنید که از اینجا خب میشه اجرا کرد. اگر که نمیخواید پروژه جدید ایجاد بکنید، از قسمت نیو پروژکت بعد برید. یه وقتی هست که شما پروژه دارید، مثلا من یه پروژه دارم روی سیستمم هست، میخوام اونو بازش بکنم، تو این لیستم نیست، از قسمت اوپن میرم اون پروژه رو باز میکنم. ما با همین نیو پروژکت کار داریم. روی نیو پروژکت میزنیم، یه دونه صفحه برامون باز میکنه. اینجا شما میتونید مشخص بکنید که پروژهتون قراره از چه نوعی باشه. میگه که خب میخوای کجا باشه، من مسیر پیش‌فرضم اینه، اما همین خوبه، اوکی همین خوبه. یه دونه براش تلگرام بود البته، حالا فلش مهم نیست. یه پوشه درست میکنم یوتیوب و بعدش میزنم مثلا J1 جلسه یک، نه ولش کنم یوتیوب خود. یه قسمت داره اد کامپوزر جیسون. این کامپوزر برای سیستم نصب دیپندی های PHP. این اصطلاحات شاید علامت مقدار سنگین باشه، عجیب باشه، ولی فعلا بیخیالشید. سر فرصت من اینا رو بهتون توضیح میدم، الان اصلا اهمیتی نداره. مسیرمون رو مشخص کردیم. از اینجا که خب میتونید برید مشخص بکنید، کرییت رو میزنیم، ثبت میکنیم تا برامون محیط باز بشه. محیط PHP استور خیلی محیط قشنگیه به نظر من و شما خیلی کارهای زیادی میتونید توش انجام بدید. یه قسمت از قسمت ستینگ گفتم از این استفاده نکنید، اما
اگر تم پیش‌فرضتون هست، فکر کنم توی مراحل نصب بهتون میگه، اگر خواستید تمتون عوض بکنید از قسمت تم استفاده میکنید. خب لایت که نه واقعا به این دلیل که نمیخوام خیلی خفن باشم، یعنی نه بحث اون نیست. به وقتی که شما دارک استفاده میکنید به چشمتون کمتر آسیب وارد میشه و کمتر چشمتون خسته میشه. در نتیجه سمت لایت خیلی سعی کنید نرید. اگر دوست دارید برید، واقعا فرقی نداره، ولی خب چیزایی که تم دارک دارن بهترن. این دیگه یه چیز کاملا شخصی سلیقه‌ایه. من خب دارکش همیشه استفاده میکنم. از این قسمت پایین شما میتونید نسخه PHP رو بزنید. اگه یادتون باشه من 82 داشتم روی سند باکسم، گفتم آپدیت نیست، اینور من آپدیت ترم، 83 هم دارم، ولی از همون 82 استفاده میکنم. این گزینه‌های پاییناش دیگه کاری نداریم تا بعداً راجبش صحبت بکنیم. توی یوتیوب میبینید که هیچی نداریم. روش راست کلیک میکنیم، نیو میزنیم که میخوایم یه دونه فایل جدید درست بکنیم. میتونید انواع فایل ها رو اینجا درست بکنید که من یه PHP فایل میخوام درست بکنم، اسمش هم میذارم J1 یعنی جلسه 1. خودش اتوماتیک اینو برام باز میکنه و اینجا دیگه آماده برای کد زدیم. توی قسمت اول میخوایم سینتکس رو با هم صحبت کنیم که آقا سینتکس چیه. شما دستور زبان این زبان برنامه‌نویسی رو باید یاد بگیرید. همه فایل های PHP با این علامت، یعنی با این خط شروع میشن بلا استثنا، علامت کوچیک‌تر، علامت سوال و PHP. قبلا اینجوری هم تمام میشد. می‌بینید که اینجوری هم قبلا تمام میشد، اما بعد از این مدت اومدن اینو گفتن که آقا نمیخواد از این استفاده نمیخواد بکنید، اینو نمیخواد ببندیدش، خط کد اضافه است، بیخیر حذفش بکنید. اینو حذفش کردم به صورت دیفالت. اما یه سری جاها که HTML و PHP با هم قاطی میشه شما از این علامت استفاده میکنید، ولی به صورت کلی نمیخواید. پس کل فایل ها با این خط شروع میشن. اگر این خط نباشه اصلا دستورات رو نمیشناسه، هیچی نمیشناسه، اصلا نمیدونه چی به چیه، یه تکست ساده است. اوکی. همه فایل های PHP پسوند .php دارند، همشون پسوند .php دارند. از اینجا دیگه ما میتونیم شروع بکنیم به توضیح دادن راجع به اینکه خب اوکی الان سینتکس این زبانی که ما میخوایم بریم راجعش یاد بگیریم چیه. سینتکس ما از چند قسمت مختلف شروع میشه که هم شروع میکنیم تو کم کم توضیح میدیم. یه دستور خیلی پایه توی PHP وجود داره به اسم اکو. اکو یعنی چاپ کردن. آقا اینو برای من چاپش بکن، نمایشش بده. خب برای چاپ کردن شما میتونید مثلا بزنید 2، فقط عدد 2. آخر هر خطی باید این علامت سیمیکالون وجود داشته باشه آخر هر خطی. اگر نباشه بهتون ارور میده. این جزء سینتکسه، مگر در موارد خاصی. یک سری جا هستن که استفاده از سیمیکالون استفاده نمیشه که اونو جلوتر بهتون توضیح میدم، ولی به صورت دیفالت همین خط‌ها سیمیکالون داره. من اینو اجراش میکنم، میبینید برای من اجرا میکنم. یه وقتی هست میخوام متن چاپ بکنم، مثلا میخوام به همون هلو ورد میخوام چاپ بکنم. ببین وقتی که اینجوری مینویسم خطا میگیره، میگه که همچین چیزی من نمیشناسم، undefined constant، من نمیدونم همچین چیزی چیه. اگر که میخواید تکست متن میخواید چاپ بکنید باید حتما داخل دابل کوتیشن یا سینگل کوتیشن باشه. خب بذارم من دار فونت اینو نه تو ادیت درستش میکنم، یا دابل کوتیشن یا سینگل کوتیشن باید باشه. حالا اینا از کجاست؟ روی کیبوردتون. بذارید من یه عکسی پیدا بکنم براتون. خب ببین من اینو پیدا کردم از توی اینترنت. این کیبورد، از روی کیبورد میتونم بهتون یه سری چیزا رو توضیح بدم در مورد این سیمیکالون. اینجا چجوری میشد؟ فکرم نمیشه، حالا فعلا نمیشه. در مورد این سیمیکالون اینجاست دقیقاً این علامتی که اینجا دارید میبینید علامت سیمیکالونه. اگر شیفت رو نگه دارید و بزنید علامت میشه 2 نقطه. سمت راستش البته این برای همه کیبوردها نیست، ولی خب دیگه اکثرا همین. سمت راستش میبینید یه دونه علامت سینگل کوتیشن داره، این دقیقاً همینه. کنارش یعنی ال هر جا هست، روی کیبورد خودم هم همینه. ال هر جا هست 2 تا اون طرفترش میشه سینگل کوتیشن. همینه. اگه شیفت رو نگه دارید و این رو بزنید میشه دابل کوتیشن. اوکی اینم برای. پس برای چاپ متن ها ما از دابل کوتیشن یا سینگل کوتیشن استفاده میکنیم. حالا اینکه اینا چه تفاوتی با هم دارن رو بعد جلوتر بهتون بگم که راجع به متغیرها و اینا صحبت کردیم، اونجا بهتون میگم.
فعلا در همین حد کافیه. پس دابل کوتیشن، سینگل کوتیشن. حالا تو رو نمیخوام، اینو برمیدارم اجرا میکنم، میبینید که هلو ورد برای من چاپ میکنه. این برای این قضیه. پس اول راجع به دابل کوتیشن و سینگل کوتیشن توضیح دادیم. یه مورد دیگه، ما میخوایم متغیر تعریف بکنیم. متغیر چطور تعریف میشه؟